مچ یک سری آدمو گرفته، $500 تو که گرفتی. این دو نفری که رفتن پشت رختکن با هم دیگه داشتن عشق بازی میکردن و من میدونم کی بودن. ماروخ کجایی که بیا یارتو پیدا کردم. اینم همزاد جنده. خدایا خیلی چه ویدیویی من دارم ضبط میکنم، به خدا خسته شدم. هلو دوستان، حوالتون چطوره؟ امیدوارم حوالتون خیلی خوب باشه. خیلی خوش اومدید دوستان به یکی از برنامه‌های دیگه عشق ازلی. این بار تو این برنامه، تو این قسمت قرار راجع به خیلی چیزای جنجالی صحبت کنیم. راجع به این که مثلا آقای این که موهاشو اسبی می‌بست خالکوبی داشت، اسمش یادم رفت، ولی anyway رفته مچ یک سری آدمو گرفته پشت رختکن که داشتن با هم دیگه یه سری کارا میکردن. یا مثلا از اونجایی که خانم اون مطلعیه میگه که بنده همزاد دارم، مثل قضیه امام علی شد که خانم حشمت فردوس میگفت که حشمت آره که مثلا آقا اینطوری بودیم و اونطوری بودیم و فلان، من امام علی رو تو خوابم دیدم. ایشون هم گویا همزاد داره. من نمیدونم چرا هر کی وارد این برنامه میشه یا همزاد پیدا میکنه یا با امام علی خوابی یا یه داستانی داشتن یا با یا هر امام دیگه ای. حالا امیدوارم که واقعا تا اینجای برنامه که اینطوری پیش رفته از اینجا به بعدم دیگه درست پیش بره. هرچند درست بودن تو عشق ازلی اصلا ممکن و امکان پذیر نیست. بچه قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره ما رو حتما به دوستاتون معرفی بکنیم. بچه بریم که داشته باشیم. خیلی خب دوستان، ما اول از این قسمت شروع بکنیم که آقای تیمورشو میبست اسبی راجع به یه سری چیزا قراره صحبت بکنه. کلن داره میخواد یعنی عنوان بکنه دیگه، حالا یه سری چیزا رو میخواد بگه و همون قضیه‌ای که من بهتون گفتم که رفته مچ یه سری افرادو، یعنی اون بازیکن‌ها رو رفته گرفته تعریف میکنه و میگه اگر مثلا یوتیوب هم بشه فلان بهتون میگم کی بوده. حالا بشنویم خودمون ببینیم چی گفته. توی قسمت 35 یا میبی 36 چون همونطوری که میدونین هر یک روز ویلا 3 قسمت ضبط میشه. خواستم بهتون بگم که این قسمت 35 که داره پخش میشه توی همین روزه. آخر شبش من مچ 2 تا دوست عزیز رو میگیرم یه جا. ولی اگه سابسکرایب یوتیوب هم زود بشه 1000 تا بهتون قول میدم یه لایو جنجالی براتون بذارم. بله دوستان، این از راجع به این موضوع که این آقا صحبت کرده که گفته بله این دو نفری که رفتن پشت رختکن با هم دیگه داشتن عشق بازی میکردن و من میدونم کی بودن. توی قسمت‌های فصل اولم آقای پژمان دوکی بود، پژمان دماغ تا بالی نم خوش رجا بودم. اون آقا هم گویا با حشمت یه داستانی داشته همینطوری که این آقا میگه، گویا توی یه جا دیگه بوده، مثلا پشت درخت‌ها و میگفتن میرفتن پشت بوته‌ها و باسن هم دیگه. خدایا خیلی چه ویدیویی من دارم ضبط میکنم، به خدا خسته شدم ویدیو. بچه بریم سخنان گرانقدر آقای جاوید رو بشنویم که گویا از بس که بهش ریدن و بهش گفتن که تو فلانی، تو بیساری و تو با پلن یه سری آدم آوردی داخل و شما خیلی بستنی لیست میزنی، آره دیگه خلاصه اومده صداشو خسته کرده، یه دونه فیلتر سیاه‌سفیدم پس زمینه گذاشته دیگه، اون استایلش نماشه از چشم به پایین، یعنی از نوک دماغ به پایین داره ویدیو میگیره، چون مثلا آدم نمیتونه مثلا حتما ویدیو رو کامل بگیره که مثلا آدم ببینه داره چیکار میکنه چوسی و داره صحبت میکنه. بریم که راجبه یعنی این آقا صحبت کنه ببینیم چی گفته. خدایا عشق یه سری هم تنفر گوشمون پره، زیر این پست جای تقییدون رو قلم اشکی بذاریم، حالا دل شما حداقل خوب بشه. چی بگم والا، حالا دل شما حداقل خوب بشه. بابا داداش بس دیگه، میگه زیرش قلب سیاه بذاری. من نمیدونم والا، کلن این آقا کلن خیلی نمیدونم داستان درست میکنه یه جوریه، من خودم نمیتونم یه سری چیزا رو یعنی درک بکنم، ولی خب کلن اینطوری دیگه. واقعا صحبت هم نمیاد راجع به این قضیه. بریم راجع به خانم نازنین که یه سری صحبت ها کرده، بریم بشنویم. اینا رو ازش بگذریم. من تو مصاحبه‌ای که کردم با آیدین زواری تو پیج خود اونی که تو کانال خود زواری رفته بالا، تو چه خاطره قشنگی از روزان تعریف کردم که من هنوزم این خاطره رو یادم میفته. قاش قاش میخندم. قاش قاش. آره بچه‌ها روزان سیگار میکشه. پس پشت پرده چیکار می‌کردن به نظرتون؟
پشت پرده واسه سیگار که به بهانه سیگار کشیدن رفته بودن ولی غیبت می‌کردن. قسمتی که من رفتم بیرونم بود دیگه، روژانو کفتار بزرگ و کفتار مو قرمز یا همون کفتار صورت ژلی کوچولو با هم رفته بودن پشت پرده، پشت من حرف می‌زدن. بعد فکر می‌کردم پخش نمیشه. آی کارگردان عجب چیزیه، کارگردان عجب زرنگیه، اومده فیلم اونا رو گرفته. اتفاقا اینا خودشون هم خبر نداشتن، یه بار دیگه همین اتفاق براشون میفته که فیلم بردار دیگه این دفعه قشنگ پرده رو زده بوده، بغل دوربین رو کرده بوده، اون تو داشته فیلم هم ازشون میگرفته که این پیکمیای وحشیه و رد میده، میگه نه پیاسته نه، من به آتش میکشم، من فلان میکنم، که ادیتورینا بالا میام میرینن بهش میگن چی گوی خوردی، چیکار میکنی، قرارداد امضا کردی، اینجا فیلمتو داریم میگیریم، اومدی اینجا اینجوریه، می‌خواستی پشت پرده غیبت نکنی. روژان چرا اسهال بود؟ سوالای من. ببین اولش که یوکس بود چندین روز، بعد جالب اینه که این که یوکس بود جاوید هم یوکس بود. به خدا اینو بعد من گفت یوکس شدم، خیلی سر همین تفاهماتش اینا رفتن ما. اولش که چند روز اول این خیلی یوکس بود، این میومد از این من میگفت من یوکس شدم نمیدونم چیکار کنم اینا، اونم از اون من میگفتم قهوه بخور سیگار بکش، اونم از اون برمی اومد به من میگفت یوکس شدم نمیدونم چیکار کنم. بعد دیگه یهو شو ولی همین نشون میده اینا از اول با هم تفاهم داشتن، اتفاقا اینا به هم میومدن بعد از همون اول. من نمیدونم والا تو برنامه عشق ازلی یوبس شدن و بعد نمیدونم داستان شدن اسهال شدن و اینا من نمیفهمم واقعا چرا بعد بیاین به یه سری دختر حالا به پارتنرتون بگید این، حالا نه که پارتنرتون نگید، تو این که مثلا تو برنامه 2 روز 3 روز طرف مقابل رو میشناسی، مثلا میری کنارش میگی سلطان من یوبس شدم، نمیاد چیکار کنم، مثلا میگه برو سیگار و قهوه بکش روون شه. آخه چه حرفی، چه کاری انجام میدید بچه؟ کاراکتر نازنین از نظر من کاراکتر فانیه کلن و کاراکتر بیخیالیه. از اونجایی که وسط صحبت کردن جاوید یادتونه نمیدونم حالا قسمت رو دیدیم، قسمت چند بود دقیق که مثلا برگشت گفتش که منو تو رو خون منو تو اونون که اومد خون، یه حس شعرش میزنه بالا و یه دفعه یه سری شعرها میخونه که حالا قرار نازنین کورو واسهتون بذارم تو ویدیوهای بعدی و حالا ببینیم چی میگه. بچه بریم سراغ ویدیوهای بعدی. بچه ویدیوهای بعدی کلا یه سری داستانه عجیبی و قراره ما بشنویم، از اینکه آقای یاشار میاد میگه که آیدا با تیم کشی اومده تو برنامه و کاملا فیکه و ادعا کرده که اینا خانم کلهم اجمعین فیکه، کلا فیکه، یعنی کلا فیک. حالا بریم صحبتاشو بشنویم از آقای یاشار ببینیم چی گفته و نظرتون رو بچه حتما زیر این ویدیو کامنت کنید. یادتون نره تا الان لایک نکردین ویدیو رو حتما لایک کنید. مخاطب حرفای من خانم آیدای پویان، خانم شما با من مشکل داری؟ نمیخوای مثلا تو پیجت باشم یا مثلا میخوای ریموو فالو کنی؟ چرا همون موقع ریموو فالو نمیکنی؟ چرا وای میسی با من ویدیو کاپلی میذاری؟ آقا با چه اجازه‌ای با چه داستانی ویدیو کاپلی میذاری؟ تو اون لحظه که همه چی خوش خوردم که فالووراتو بگیری، بعدش میرسه به اون قسمتا ریموو فالو میکنی. بعد نکته جالبش اینجاست ایشون دارن میگن که ما تو تلگراممون یا جای هیچ چیزی نگفتم که فالوورام یا فنام برن هیت بدن. قربونت برم، قرار نیست شما به فالو بدین که برین چند هزار تا فوش خار مادر به یاشار بدین، که همین که شما سکوت میکنی، همین که شما میای ریموو آنفالو میکنی، همین که دیروزش میای برای خار من کامنت میذاری دختر زیبا، بعد میای خار منو ریموو آنفالو میکنی، منو ریموو آنفالو میکنی، کیمیا رو ریموو آنفالو میکنی. این نشونه است فنات اینو میبینن میان هزار تا فوش خار مادر سر یه دونه خداحافظی با احترام. این نشونه است که قرار نیست شما حتما یه چیزی بگین که بیان من فوش بدن. نه طرف با این نقاب، با یه تیم، با این نقاب فیک میای تو برنامه فکر کنم مثلا ما اسکلیم، مثلا از بعد بیای با بابا طرف حرف زدنش نشستنش هم برنامه‌ریزی شده بود، به جون مادرم دونه به دونش برنامه‌ریزی شده بود. بهتون ثابت میکنم تو فیک میای اونجا، حتی میدونی چی بگی من نابود میشم، حتی میدونی چی بگی کیمیا نابود میشه، حتی میدونی چی بگی خانم ایکس آقای ایگرگ نابود میشه. خیلی نامردین، خیلی بی وجدانین، واقعا وجدان ندارین. مخاطب حرفای من خانم آیدای پویان. بله دوستان، صحبت آقای یاشار رو شنیدیم از اونجایی که ریج میکنه و میگه تو این برنامه همه چی فیکه و اصلا شما رابطه‌هایی که دارین توی ویدیو میبینید اصلا همچین چیزی نیست، برنامه‌ریزی شده است که بندم تو قسمت قبل بهتون گفته بودم. یعنی بهتون گفتم کلا این برنامه ریالیتی شو نیست، شوه، یعنی صرفاً انگار دارن فیلم بازی میکنن، قشنگ دارن یه شوی بازی میکنن و واقعیتی نداره. این چیزی که شما میبینید این با این کاپل میشه و اون با اون کاپل میشه برنامه‌ریزی شده است. یعنی میگه تو این تایم این با این کات بکنه، این بره تو رابطه با اون پشت این صحبت بکنه که صرفاً بتونن ویو بگیره این برنامه و این برنامه رو بتونن افزایش بدن، ویوش بره بالا، بتونن 30-40 هزار دلار در بیارن ماهی از این برنامه و خب خیلیه. و میخوام یعنی بهتون بگم که کلا این آقا راست میگه یاشار و خب این قضیه هم بوده و ما به چشم دیدیم حواشی که ایجاد شده، آدمایی که پشت این ویدیو صحبت کردن، چنانچه که لو رفته کی قراره
برنده بشه که آقای سرجیو همون سجاده که قرار برنده فصل دوم این برنامه بشه. جالبتر از اون بچه‌ها که من خیلی عصبانی شدم خانم آیدا بود دیگه که میرقصید اشتباه نکنم، میاد به مردم توهین میکنه، به مخاطبای برنامه و به کل مردم ایران میاد یه سری توهین ها میکنه که از این غلط ها میکنه. نمیدونم این چه غلطیه کرده، پژمان نشد واسهشون گویا چی میگن درس عبرت نشد پژمان واسش که الان بنده خدا زیر آب تو ترکیه است، خفش کردن. نمیدونم دیگه صحبت نمیکنه زاویه فکر. حالا ببینیم چی گفته و دوست دارم شما هم بشنوید. و میاد میگه که شما نباید بیاین منو قضاوت کنید، برید هنر یاد بگیرید، برید نمیدونم یاد بگیرید، هنرتون رو نمایان کنید. همین که تا اینجای برنامه بنده ندیدم به این خانم خیلیه. اینکه بنده نیومدم این سری صحبت‌ها بکنم به خاطر حالا چیزیه که گفتم بذار رعایت بکنم، ولی چون دیگه داری به مردم ایران و مردم داری و مخاطبا داری میزنی همینجا میگیرم بود. شما چه هنری داری از اینکه بری لپ دنس بکنی؟ حالا لپ دنس هم یک هنره، قطعا یک هنره، یه دنسه و خب کسی منکرش نمیشه، ولی شما هم باید یه سری چیزا تو چنته داشته باشی دیگه. رفتی تو عشق ازلی داری نقش آفرینی میکنی و انتظار داری هنرم از مردم هنر میخوای. همین که مردم نیومدن تو اون برنامه هنر کردن دیگه، نمیخواد بگی بقیه‌شو. بریم صحبتاشو بشنویم. شما مردم هم که یه مش آدمی که فقط حزب وادید دنبال اینید ببینید کی چی گفت کی چی کار نکرد، واقعیت بین باشید، یکم عاقل باشید، هنر داری از خودت نشون بده تو پیجه، شغل داری از خودت نشون بده تو پیجه. شنیدین دیگه، بیه به مردم میگه عاقل باشید. نه تو خوبی، آخه تو خیلی عاقلی، الان رفتی اونجا $500 تو که گرفتی دیگه، نمیدونم ویوت هم که گرفتی، اینستات هم که گرفتی فلان اینا. میدونید بچه‌ها از چی بدم میاد؟ طرف یه تایمیه حواشی درست میکنه، مثلا یه گروهی ان حاشیه درست میکنن، حاشیه مثبت درست میکنن، یعنی هم نمیان به مردم بزنن، تو همون خودشون حاشیه است. خب یعنی حالا کسایی که دوست دارن اون حاشیه رو دنبال میکنن، کسایی که دوست داشتن دنبال نمیکنن. ولی اینکه تو با این گستاخی میای پشت دوربین و به مردم توهین میکنی، تو دیگه واقعا بیشوری، واقعا اسکلی. این همچین حرفی رو میزنی به خاطر پلنی که میخوای دیده بشی. نباید دیگه همه چی و به چه قیمتی داری این کارو میکنی. همین مردم ویو بهت دادن، همین مردم بودن که تو اومدی بالا الان داری دیده میشی، همین مردمن که دارن ویدیوهاتو میبینن، همین مردمن که عشق ابدی رو دیدن که الان داره پول در میاره. مردم نباشن شما هم اصلا نبودین، درسته؟ از اون اولم همیشه میگن که چی، از قدیم میگن دولت به ملتش میرسه، چون اگه ملتی نباشه دولتی نیست، ملتی نباشه آدمی فلان فیمسی چیزی نیست. اصلا این داستانایی که شما دارین فقط به خاطر مردمه. اینا هم این گوشه داشته باشید که دیگه از این گواه خانم یلدا نخور که تو ویدیو بعدی دیگه باید میگیرم. بچه بریم راجب جاوید که میگن که جاوید میخواسته این خانم موبولن، یادم رفت این دختر خانم ها یادم رفت خدایا، نمیدونم، حالا ویدیوشو میذارم ببینید میشناسید و اسمشو یادم نمیاد. خلاصه میگه که جاوید یه کاری کرده که میخواسته مجبور بکنه این دختر رو که به خاطر اینکه حذف نشه تو فینال و اینا به زور کاپل بمونه با این خانم، یعنی کاپل بشه. و ایشون هم حالا دیکلاین کرده و نکرده و اینجور چیزا دیگه. حالا خودتون بریم حرفاشو بشنویم، بعدش آخرش یه تحلیل ریزی داشته باشیم. تو یه حول بدبختی، انقدر حول و بدبختی که همه رو قانع می‌کنی که من رأی حذفی بدن، که از این طریق من مجبور کنی که بیام باهات کاپل بشم که حذف نشم. خیلی سیاستمدار جاوید. تو چقدر تابلویی، تو چقدر کثیفی. واقعا کثیفه. کم واسه این لیست زدی، همه رو که خودتو به همه قشنگ چسبونده بودی. دیگه میدونستی من پا نمیدم، یعنی از این طریق داشتی وارد میشدی. چقدر تو احمقم هستی آخه، احمقی. تو یه حول بدبختی، انقدر حول و بدبخت. اسمش یاسی بود الان یادم اومد. بله خانم یاسی میاد میگه که آقا جاوید تو چقدر بدبخت و لیستری برای اینکه
اومده رأی جمع کرده که خانم یاسی رو حذف بکنه و به علت حذف این خانم باهاش کاپل شه. میگه بیا حالا با من کاپل شو که حذف نشی. آقای جاوید واقعا کثافته، واقعا آدم سیاستمدار کثافتیه. من نمیدونم چه چیز بدی واقعا نهفته است درونش، ولی واقعا من خودم به این رسیدم. از اول برنامه‌ام اوایل خوب بود، یعنی اوایل کوچولو نمیدونم دیدم اوکی بود، ولی تا اینجای برنامه که دیدم یه کوچولو اینطوری شدم که حاجی چقدر کثافت طرف، چقدر مثلا میتونه پلن بریزه. نمیدونم والا، واقعا نمیدونم. بریم ویدیو بعدی راجع به خانم یلدا یه سری صحبت‌ها کرده گوش بده. شمایی که میدونستی میلیون ها آدم برنامه رو میبینن و حرفتون اینه که باید زن پشت زن باشه، نشستی زمانی که یه نفر منو انتخاب کرد با یه پوزخندی گفتی ظاهر یلدا واقعا سلیقه استایل و برای این که اون فرد به خانم یلدا نگاه کرده، بعد یاسمن گفته که مثلا فقط ظاهرش رو نگاه میکنی، این شد ضد زن. What the fuck؟ چه ضد زنی؟ خب خودی زنه، زن به زن زده بعد شده ضد زن. خب زنه، آقا مرده به تو نگاه کرده، این یکی نفر سومیه به اون گفته فقط ظاهرش رو نگاه نکن باطنش هم نگاه کن، این شد ضد زن. پشمی برام نمونده. بهروزی هم میگن ضد زن. ظاهری میتونه از نظر یه نفر من باشم، از یه نظر چرت و پرت داره میگه یلدا، حرفای چرت و پرت. ولی تو بیا مسخره بکنی که یه نفر رو انتخاب کرده، این کار کاملا ضد زنیه. و خارج از این بحث شما میدونستین برنامه رو میلیون ها آدم میبینن، اومد جلو میلیون ها آدم گفتی که این خانم با این سنش انتخابش فلان. خودت تو زندگیت بارها اشتباه کردی، فقط میلیون ها آدم ندیدن که بیان قضاوتت کنن، بیان هر انگی بهت بچسبونن. این درسته. این حرف آخر درست بود که گفتی به من منطقی صحبت بکنی، من میگم اوکی. ولی این که ضد زنه به خاطر اینکه تو حالا اون برگشته به مرد گفته فقط ظاهر رو نکن میشه ضد زن، این سوس و شعره. واقعا میگم، یعنی چرت و پرت محضیه که تو الان میتونم من بشنوم. آقا چرا هر کی تو این برنامه شرکت میکنه یه مشکلی داره؟ نمیدونم، احساس میکنم مثلا تحصیل کرده نیستن، یا نمیدونم احساس میکنم 4 تا کتاب نخوندن، یا حداقل کتابم نخوندی برو علمشو به دست بیار که زن بودن ضد زن بودن یعنی چی، نه یا الکی ضد زنها رو مثلا به یه روند دیگه ببری که مثلا ما الان فکرمون اینه که آجی پس یعنی ضد زنها اینطوریان. میدونی چی میخوام بهتون بگم؟ یعنی نمیخوام بگم توهین بکنم، نه، من تمام هر کی یه عقیده‌ای داره و من احترام میذارم، ولی خب این صحبتی که این داره یلدا داره انجام میده واقعا چرت و پرت به نظر من. یعنی به نظر من خیلی بهتر میتونست عمل بکنه. حالا درسته که تو رابطه بوده، با علی هم تو رابطه بوده، خب دیگه معلومه دیگه با علی تو رابطه بوده دیگه، و اخلاق اینو ببین اخلاق اونو ببین دیگه، اصلا معلومه دیگه. خلاصه بچه بریم سراغ ویدیو بعدی که کرک و پرتون قراره بریزه. دوستان این که خانم یاسمن میاد میگه که بنده یه همزاد جن دارم، واسه همینه که مردا با هم نمیمونن. حالا یکی نیست که بهش بگه بابا تو اصلا اخلاق نداری که کسی باید بمونه، کسی بیاد دورت. اصلا میدونی یاسمن اینطوریه که خیلی هم حرف میزنه، میدونی خیلی خیلی چیزا رو میگه که نباید بگه. جدی میگم، یعنی تو این برنامه واقعا یه سری چیزا رو نباید بگی. قانون برنامه است. هرچند این برنامه از اون اول تا آخرش پلن ریزی شده، اینا من بهتون بگم حتی حواشیاش، ولی میخوام یعنی بهتون بگم داستانش اینطوری هست. بریم ببینیم دیگه. اینم شد قضیه شاه چیز دیگه. حشمت فصل 1 بود، با امام علی خواب دیده بود، با هم دیگه سر سفره نشسته، یه دیتی با امام علی داشته، گویا خیلی نکست لول بوده. ماهرخ کجایی که بیا یارتو پیدا کردم، اینم همزاد جن داره. بریم حرفاشو بشنویم. میخواستم اینو تعریف کنم از بچگی خودم. من وقتی بچه بودم و اینم میخوام بهتون بگم هیچ جوره این یاسمن نمیخواد قبول کنه که پسرها خوششون نمیاد از این، هیچ جوره یعنی قبول نمیخواد بکنه، یعنی اینکه میگه من پرفکتم اونا خوششون نمیاد و مثلا نه اونا سلیقه من نیستن، یا اگه مثلا طرف میگه من خوشم نمیاد آها پس یعنی من همزاد جن دارم که این خوشش نمیاد از من. یعنی مثلا یه پیرمردم رد بشه مثلا بگه قیافم چطوره، پیرمرده بگه خیلی بیریخته، میگه آها این داستان ده، این همزاد من مثلا به این یه چیزی گفته ترسیده ریده تو خوش گفته نه نگم خوشگله بگم زشته فلان. اینطوریه این داستان. بریم. یه خورده زیادی گریه میکردم شبا مثلا اینکه. بعد یکی از اقوامون به مامانم گفتش که مثلا با اینا نباید بگم. به خدا مامانم بابام باشه. اینو خیلی سربسته تعریف میکنم. و ما رفتیم میشه که دوستا و اون گفتش که چجوری بگم سربسته، که مثلا شاید یاسمن دیگه هم داره،
خب ولی این یکی یاسمنه با این یاسمنه کاری نداره. اذیت شاید یاسمن یه یاسمن دیگه داره. حاجی این خیلی بد شد. اسمشو گذاشتی یاسمن. حالا درست اسمشو گذاشتی یاسمن، نمیخواد شما اعلام بکنی. من نمیدونم یعنی چی یاسمن یه یاسمن دیگه داره. مثلا مثل این میمونه که مثلا بگیم یه عرفان دیگه داره، یه عرفان کوچیک‌تر از خودش داره، یا مثلا یه عرفان بزرگتر. خدایا چه وضعی گیری کرد. ببینید بچه حالا اذیتش نمیکنه. و بعد یه سری چیزا شد و اینا، بعد جمع شد. نمیدونم فهمیدید یا نه، ولی امیدوارم کسی که قراره بفهمه. توی بزرگسالی و اینا، یعنی همین 2-3 سال پیشم یک سری از مسائل دیگه پیش اومد که دوباره باعث شد که من یک چکاپی انجام بدم، یه چکی انجام بدم. چکاپ کردم. نمیدونم چجور چکاپ کردی؟ به نظر شما اینجور چیزا واقعی؟ من چون خودم اعتقاد ندارم، ولی انقدر مثلا بهم میگن، یعنی یه سری انقدر بهم یه سری چیزا رو گفتن دیگه، خودم هم دیگه نمیدونم آیا واقعا باید باور بکنم نکنم، واقعیه چرت راسته. اصلا دوست دارم نظر شما رو بدونم. درسته که هیچی شاید نفهمیده باشید، ولی کسی که فهمیده دوست دارم نظرشو بدونم. من اضافه کنم این مسائلی که مثلا از یه سنی به بعد که مثلا بزرگ شده بودم و اینا پیش اومده بود، فقط واسه من نبود. یعنی زمانایی میشد که مثلا یک آقایی، یک مردی، یک جنس مذکری مثلا تو زندگیم بود و اصلا با خانوما اینا مثلا من هیچ مشکل، اصلا دوست دختر اینا اصلا اوکی بود، ولی یاسمن فکر کنم مرده نه؟ دوستان شنیدیم دیگه، گویا یه یاسمن دیگه طرف بهش گفته یاسمن، یه یاسمن دیگه هم داری تو، حالا اسمشو گذاشتن یاسمن. و یاسمن جالبش اینه با دخترها کاری نداره، فقط با پسرها کار داره. یاسمن کوچولوه، نه فقط با اون یکی ها کار داره. فکر کنم اون یاسمنه دو جسمیه، نه یعنی مرده یا زنه، شاید هم زن و مرده، معلوم نمیکنه. با دخترها حال میکنه، با پسرها بعدش میاد. حتی نه با برعکس باشه دیگه، با پسرها حال میکرد با دخترها بعدش میاد. شاید حالا یه سری خان دیگه نمیدونم والا، یعنی یه سری چیزا از این تعریف از خودشون میکنن. رفته چکاپ کردی، تو چجوری رفتی اونو چکاپ کردی فهمیدی اینو داری؟ آخه اصلا چجوری تو میتونی همزاده تو چکاپ بکنی؟ مثلا رفتی دکتر، آقای دکتر میشه سی تی اسکن بکنی، شاید همزادم تومه، همونجا میگه گم شو برو بیرون بابا، شیشه زدی، کوک زدی، چی زدی، برو گم شو. خلاصه بچه اینم تا اینجای برنامه. امیدوارم خیلی خوشتون اومده باشه، امیدوارم که واقعا خنده به لباتون آورده باشم یه سری جا، حتی خصوص این آخرین ویدیو. بچه قبل اینکه بریم، همیشه آخر این برنامه ها یه دونه چیز فانم میذارم، یه نازنین کور بریم ببینیم نازنین چی گفته، بعدش بریم این رپ حشمت دلمون تنگ شده از صدای شخمیش، بریم یه صدای شخمیش هم بشنویم. بریم اول نازنین کور رو ببینیم. خیلی برام دیوار خانه خرابم کرد. دیوونه هستیم به خدا. فیلتر پرترسنم. تو نیستی برنامه رو نمیبینم. نبینید بچه ها، خیلی حوصله سر بره بدون من. خیلی برام دیوار. کلا این همینطوریه، نمیدونم چرا. باله. دیوونه است دیگه. بچه ها بریم حالا صدای حشمت که دلتون تنگ شده بشنویم. باید اشتباه بدتو جبران کنی، باید استایل خوبتو اعلام کنی، اونجا که خستگی شد راهشو بلد ردبول بزنی، عرض اندام کنی، این ترکیب سمی و خوب گوش بکن، هربری رفتی موسیقو عنوان کنی. بچه خوشحال شدم که تا اینجای ویدیو ما رو دنبال کردید. امیدوارم تا اینجای ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. ما رو حتما به دوستاتون معرفی کنید، نظرتون هم حتما کامنت کنید. تا قسمت دیگر بدرود.